از ماه اپریل این جانب شبکه اجتماعی یوتیوب پرداخت پول به بلاگران را در ازبکستان برای تماشای ویدیوهایشان قطع کرد. به نوشته رسانه‌ها، مؤلفان ویدیوها به زبان ازبکی زیر تحریم قرار گرفتند. مأموریت شبکه اجتماعی یوتیوب حالا این محدودیت را شرح نداده است. در وزارت رشد فناوری‌های مخابراتی و علاقه ازبکستان هم سبب این حالت را نمی‌دانند، اما نشریه کلمپیر تخمین زده است که سبب می‌تواند آن باشد که یوتیوب رسما در ازبکستان فعالیت ندارد. در کشورهایی که یوتیوب رسما فعالیت می‌کند، بلاگران از امکانیت‌های اضافی این شبکه می‌توانند بهره ور شوند. در ازبکستان وقت‌های اخیر بلاگ‌های ویدیویی با سرعت رشد می‌یابند. از حساب شماره بینندگان نوارهای خود در شبکه اجتماعی یوتیوب، برخی از بلاگران در ازبکستان چند هزار دلار ماهی به دست می آورند. در تاجیکستان باشد، سر از 1 ایول صاحبان صحیفه های تبلیغاتی در شبکه اجتماعی فیسبوک باید انداز از ارزش اضافه شده را در حجم 18% پردازند. این تغییرات به رکلام دهندگان دخل دارد که مشخصات خود را به کمیته انداز نسپردند و خود را همچون شخص حقوقی ثبت نام نکردند. امکان فرار از پرداخت انداز وجود ندارد، چون مأموریت شبکه اجتماعی فیسبوک و مقامات درباره همه داد و ستدهای مالی با رکلام دهندگان خبر می‌دهد. این تغییرات در حال صورت می‌گیرد که تاجیکستان شرکت‌های مخابراتی خارجی را عهده‌دار کرد که انداز سپارند. اکنون شبکه اجتماعی عهده‌دار است هر 3 ماه به کمیته انداز گزارش سپرده 18% انداز از ارزش اضافه شده را پردازد. در همین حال به مال فروشندگان 5 کشوری آسیای میانه اخیراً اجازه دادند که در بزرگترین فروشگاه آنلاینی دنیا آمازون مال و محصولات خود را به فروش گذارند. نوگانی پس از آن رخ داد که آمازون فهرست کشورهایی که نمایندگانشان میتوانند خود را به حیث فروشنده ثبت نام کنند نو کرد.